مگه در زیارت جامعه نمیخونیم؟ در همه امور ما شما رو باید مقدم بداریم. ما وقتی دعا میکنیم اول برای امام زمان دعا کنیم. ما میگیم خدایا مریضامون رو شفا بده. دعا کنیم برای اون کسی که وقتی میاد مرض از بین میره، یه بیماری نخواهد بود. دعا میکنیم خدایا مشکلات اقتصادی رو امام زمان که میاد فقر از بین میرود. روایات هست که حضرت وقتی ظاهر میشود مردم از شهری به شهر دیگر میرن زکات مالشون رو بدن، فقیر پیدا نمیکنن. دعا میکنیم خدایا ظالم رو از بین ببر. باید دعا کنیم برای فرج امام زمان که امام زمان میاد ظلم رو از بین میبره. پس ما برای رفع ظلم باید دعا کنیم و این همه در احادیث، روایات، زیارات، ادعیه اینقدر تاکید شده. متاسفانه غافل هستیم ما شیعه. چقدر افرادی که اینا برای 40 مشرف میشن کربلا، حواسشون جاهای دیگه از همه جا هست الا امام زمان. چند سال پیش که مشرف بودم یه جایی به من گفتن بیا نماز بخون. دیدم که اینا اکثرشون ایرانی بودن، با هم شوخی و گفتگو و راجع به این که مثلا فلان فوتبال قضیه چیه و چجور شده و حرفای پراکنده. شما آمدی زیارت امام حسین علیه السلام، باید همه چی رو پشت سر بگذاری. اینجا همه توجهت به امام زمان باشه. زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا برای فرج فرزندش مهدی داشته باشی. حضرت فرمود کسی نجات پیدا نمی کند از هلاکت، دینش رو نمیتونه حفظ کنه مگر این که ثابت قدم باشد بر امامت امام زمان و خدا توفیق بده بهش به دعا برای تعجیل فرج اون حضرت.